داغون کردن گیتار و ست درامز اونم وسط کنسرت یه جورایی امضای نیروانا بود. اما این حرکت از کجا میاد؟ سال 1987 یعنی همون اولین سال تشکیل شدن نیروانا، کرت کوبین و بقیه بچهای بند قرار بود توی یه دونه فستیوال دانشجویی اجرا داشته باشن. از اونجایی که این بنده خدا همشون بی پول بودن، وسایل درست حسابی هم نداشتن، وسط فستیوال صداشون دچار مشکل میشه. کرت هم عصبانی میشه و گیتارشو میکوبونه زمین، بعد یهو میکنتش تو آمپلیفایر. ولی خب مهمونایی که اونجا بودن مثل اینکه با این حرکت بیشتر هیجان زده شدن. کرت هم که از این حرکت خوشش میاد، دیگه تصمیم میگیره توی بقیه کنسرتاشون هم این حرکت رو انجام بده. یه بار گیتار رو میزنه میشکنه، یه بار میپره رو ست درامز، یه بار با گیتار وسط استیج هلیکوپتری میزنه. اصلا یه فکتی هم هست که اون اوایل که با کمپانیای کوچیک کار میکردن، همشون از این حرکت شاکی بودن، چون بالاخره ضرر مالی بود دیگه. واسه همین همیشه یا به کرت التماس میکردن این سری نزن اینا رو داغون کن، یا لوازم ارزون بهشون میدادن.